سلام دوستان، خوش اومدین به یوتیوب چنل. امروز قرار براتون یه ولاگ بگیریم از سمت تهران. میریم سمت دربند. ایشالا یه فیلم خوب براتون میگیریم، همه جاشم بهتون نشون میدیم. با دو تا از رفیقای خوبم اومدیم امروز، قراره باشون بریم سمت دربند. ایشون سمیر جان. سلام، عرض ادب خدمت بینندگان عزیز به یوتیوب چنل ارسلان خوش آمدید. خیلی خوشحالم که حمایتش میکنید و سپاسگزارم از اینکه به یوتیوب چنل ارسلان پیوستید. قربون داشت عزیزم، مرسی. بعد این ورم محمود جان داریم با خودمون. سلام دوستان، خوش اومدید. قربونت. انشالله تا یکی دو ساعت دیگه میرسیم سمت دربند، از اونجا براتون فیلم میگیرم. فعلا خدا نگهدارش. سلام بچه ها، بعد 1.5 ساعت رسیدیم دربند. بخیر. یا محمود خسته از موتر پیاده شد. بچه ها بخشش باشه دیگه، من یکم چون فارسی رو اجازیات گپ میزنیم، بیشتر دوستای ما فارسی زبان هستن، مثلا متولد اینجا هستن، با اون از بس فارسی حرف زدیم دیگه، کلا لهجه خودمون عوض شده یکم. مثلا فارسی میگم بین جملاتم. این فارسی بلد است خب، ولی خب پشتو رو یاد داره، فقط دری یاد نداره. اگه هم رئیس دری گپ میزن، کم دری گپ بزن. دری چی یاد نداره دیگه. ما کم کم رسیدیم، داریم میریم طرف دروازه ورودی. خب محمود، تا حالا آمدی یا نه؟ بار اولت ها؟ بریم برادر چه جور جاییه؟ قرار تا شب بمونیم دیگه، جایی نمیتونی بری یا بریم ببینیم چی کار میکنیم هم. خب دوستا، کم کم رسیدیم طرف دروازه ورودی. نمای قشنگ اینجا رو ببینید، بالای کوره. این چه جای مقبولی است. بعد دیگه کم کم ما هم رسیدیم داخل. اینجا چون جای موتروی خیلی کم داره، بیروبار زیاد است. اگه با موتر می اومدیم مثلا اینجا گیر میماندیم، مجبور شدیم پیاده بیام در دروازه ورودیش که میریم داخل میشیم. بخیر زیاد آمدیم بالا، خسته شدیم. جان میریم صبر کن میریم. میام یک مجسمه که نمیفهم به خدا چی هست. خیلی جای خوبی است. مثلا این ماسکا رو ببینید، ماسکای بسیار جالبی است. مثلا اگه میخوایم و هالوین که فعلا البته ما نمیتونیم تجربه کنیم، ولی خب با خارجی ها خوبه. توریست های خارجی مثلا میاین اینجا، چون توریست خارجی هم زیاد میاین، بخاطر همون دیگه فصل خارجی همه چی هست. یه همچین جایی هست دوستان، خیلی جای با صفا هست. کجا؟ بالا؟ بعد همشهری خودم هم اینجا زیاد هستن. خب دوستا، اگه میخواستین بیاین مثلا داخل رستوران هاشون، بیشتر کارکن هاشون افغانه. راحت یعنی بدون هیچ دردسر، بدون هیچ دغدغه‌ای میتونین بیاین. کسی کار به کارتون نداره. جای فامیلی خیلی خوب داره، مثلا هر جای خودتون انتخاب کنید.
حالا باز اگه وقت شد میریم بالا، از بعضی از رستوران‌هاشون براتون فیلم میگیریم، جای فامیلیش رو ببینین. اگه که خوشتان آمد روزی اگه مسیرتان افتاد حتما بیایید. من این ترشک‌هایشم از زیاد دوست دارم. محمود رفت فکر کنم چیز میخوای بگیرم. منتظر محمود بانیم تا بیایه. دوستا متاسفانه دوستا میکروفونم شارژ تمام کرد، زدیمش تا شارژ بشه دیگه نمیتونم درست حرف بزنم. حالا شارژ میشه، یکی دو ساعت شارژ میشه انشالله. وقتی دوباره شارژ شد براتون میکروفون حرف میزنم که صدا درست تر بیایه. حالا فعلا گفتم نما رو نشانتم بتونم جایی که میریم. محمود سلام کن به دوربین. سلام دوستا، خوش اومدید. چند بار خوش آمد میگه. هر چی میریم بالاتر تمامی نداره. ببینید دوستا کوه و جنگل و نمیتونم جای نشستن و رستوران. تا چش کار میکنه رستوران. محمود خسته. حالا باز بهتری بالا سر صدا کمتر. محمود سیگار نکش، زهر داره سیگار. این کینا میکنیم یعنی طاقتش نمیاد فکرشو بکنین بچه دوستا. میریم سر کوه، سر بالایی است، نفس از یک طرف میسوزه و میسوزه، از یک طرف دیگه این سیگار میکشه. ولی خیلی جایش مقبوله. اینجا رو ببینیم. خوبی؟ خوبی سلامتش. بیاییم بالا، بیاییم پایین. جانم بنزین ناموسم. قربون داشت فدات شد. خوبی؟ سلامت. قربون فدات شد. یه چند وقتی میشه حالا؟ از خوشی خوبی. قربون داشت فدات شد. بریم بالا سر دوباره حتما میایم مزاحمتون میشیم. خب برد باش دمت گرم. باش قابلات رو درد شیک کنم. دست زرد نکن. حتما ببینید این آب دوستان. ماشاءالله ماشاءالله. بخون دهنت سرویس محمود. یعنی فراری از دوربین، یعنی راه نداره جلو دوربین وایسا و حرف بزنه. دوستا چه جایی جالبی. این کوچی تنگ جای درست حسابی برای خفت کردن محمود.
از اینجا ببین آب میره پایین دوستان. هر طرف اون قبل دادم دوستا اینجا رو ببینید. چه ورودی قشنگه. یعنی الان تقریبا 1 ساعت شد داریم میریم بالا و بالاتر، راه تمامی نداره. ببینید تا کجاش میرسیم، تا کجا نفس یاری میکنم. تا اینجا که خیلی خوب آمدیم با من. بیا محمود. خب دوستا حیران مانده ماله زودتر کجا بریم. یک جا از جا دیگه قشنگتر. یعنی هر جا بری به زیبایی اینجا هست. خب دیگه کم کم رسیدیم به آخر کو. یه چیزی نمونده. این طرف بریم دوستا یا این طرف بریم؟ به نظرم این طرف بهتره. بریم این بر. محمود چطوری؟ مرسی ممنون خوبم. خسته که نشدی؟ کم خسته شدی. چند دقیقه از تو راهیم؟ دیگه 100 میشه تو راهیم. 1 ساعت نه؟ بله. باز زیاد مونده. حالا باز مونده. اوه اینجا دیگه خوشگل شد. بریم باز بالاتر. بیا پسر بیا ماشاءالله. چقدر باید بریم بالاتر خدایا؟ ای کاش به خدا بگید. بعد میفهمی چیز؟ بالا رفتنش سخته ولی با این آمدن از اون آسان‌تر میشه. یعنی دوستا تا راه بری راه هست، تا نفس داری میتونی بری بالا. خوش سلام خسته نباشید.
دوستا ببینیم چه منظره خوشگله. و خدا بخی یاد وطن افتادم. یکم تاریکی هم شده، یکی آفتاب از اون طرف میزنه درست معلوم نمیشه. خیلی مسیر مقبولی داره. جایشم جاده خاکی. میاد تو را همگی با وسیله کوهنوردی آمدن. ما دست خالی آمدیم چون خبر نبودیم اینقدر بالا میره. یعنی میگفتن بالا باید بریم ولی خبر نی. داریم میریم مسیرم تمامی ندارم. چون فکر کنم خانه مسکونی بود. خسته نباشم. من یه رو به خاطر آوردم. تو جای فامیلی قشنگه. محمود چطوری پسر؟ خسته شدی؟ خسته نمیشه دوقیم این حرفا چیه؟ بیا قرار در بند فایت کنی یا نبینم جا بزنی. این منظره را مرد خستگی ناپذیر محمود. محمود جان حالا باید کار دارم. دوستا ببینین تا بالا ها جا داره. نمیفهم هفته به نمیذاره کم بدیم جلوتر. ولی تو بالا فکر کنم کم 1 ساعت 2 ساعت دیگه باید بریم. مالت معلوم میشه نه؟ بفرمایین بالا باش. بدبختی اینجاست که یک تلکابین نداره. البته فکر کنم داشت دم در ورودی فکر کنم داشت. وای محمود دل شکسته. چه آهنگایی هم میخونی؟ محمود آخرای انرژیشه دیگه.
یعنی یکی بریم. تا کجا باید بریم محمود؟ بایشی بریم بالاتر. بس نیست. بالا جا داره بریم. صبح هم جا داره اینجا بری کوه. این دوستش شد جاییه. عجب جایی بود، چه سربالاییه، چه سرچی ببین اینجا. مجبوریم یه باید بریم بالا. بیا محمود جان. جای امروز اومدیم. بیا پسر جان نزنی بیا. خیلی عالی بود. کدوم ور؟ نه این برگه رو راهه به نوع چشم مسیر اشتباه ندین ناموسه. 2 ساعت داریم. اینا دریاچه نه یه رو راهه یه رو راه تنابا رو بگیری بری یه رو تنابا رو بگیریم. دمت گرم. خب مسیر اشتباهی که راهنمایی کردی. یا خدا ما رو میخواستم به زیارت راهنمایی کنن یا چی؟ بالا زیارته. دوستا یعنی واقعا دیگه نفس نمونده. بعد ما اومدیم اونجا زیر اونجا آبدنی می‌کنیم اونجا. میرم اونجا. علی کجا میری؟ دانیال این آب از بالای کوه میاد. نمیفهم چشمه است و بالا یا چی. باید بریم کشفش کنیم. چیه نمیفهم. بنداز اون نه. ببین میوه است. یه همچین چیزایی نمیفهم چی. دوستا فقط ببینیم کجا آمدیم. از اون پایینی ها میبینین دوستا. بزن براتون درست نشان بدم. اون پایین میبینیم خانه که هست. از اونجا آمدیم. محمود بیا. بابا اونا شوخی میکرد. چه تنابی باید جون بکنی جون. بدون دستمال بودم. ماشاءالله. چی؟ دست بابا چه جور جاییه. چطور بریم بالا؟
پله ای چیزی بیا از این گوشه بریم. چه جور جای اومدیم بالا. چقدر آبونی ها خوب سایم نتیجه زحمات ما. خب محمود گفتنی چیه؟ خیلی این راه همه راه رو هجرت کردیم. خیلی راه بود. خیلی راه بود. خسته یا نه؟ بله خیلی خسته شدیم. باید قیافش معلومه خسته شدی از من وقتا. باید یه نخیال بکش. بابا نکن. ای خدا کم بود بیفتم. ساعت 12 حرکت کردیم، ساعت 3 رسیدیم. 12 بود؟ 12 بود. نه همون 12 حرکت کردیم. ساعت تقریبا 2:30 بود فکر کنم. 12 رفتیم بیرون تا یکم گشتیم پیش خانه، حرکت کردیم تا رسیدیم ساعت شد 2:30. خب دیگه فکر کنم با آخر خط رسیدیم. نه یکم دیگه هم راه است بریم. آی خدا بیا 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 آقا رو نزن بیا. کم کم شروع کرد به قرض زدن. محمود سریع بیا. بابا چرا تمامی نداره این مسیر؟ خدایا داریم وسط کور آمدیم. چه درخت کردیم. اینجا دیگه فکر کنم آخرش. نه نشستن نداریم، یک کلا باید بریم تا آخرش. برو برو بجنگ. استاد چه جای عجیب غریبه که نمیره. ببینید دوستان
حالا رسیدیم بالا. از بالام یک ویدیو براتون میگیریم که رو و پایینی باشه، تمام جهاتی داشته باشه. رسیدیم به آخرش. خیلی اومدیم بالا. پایینا رو ببینیم. از اونجا اومدیم. محمود گفتنی چیه بعد این سفر طولانی؟ خیلی خسته شد، خیلی راه بود. چقدر راه بود؟ چند ساعت تو راه بودیم؟ خیلی راه بود، نزدیک 2 ساعت 3 ساعت تو راه بودیم. اون 2 ساعت 2.5 ساعت شد فکر کنم. 2 ساعت یا 2.5 ساعت شد کلا از اون پایین تا این بالا. ولی یه سره اومدیم و اصلا ننشستیم، همینجور مستقیم اومدیم. حالا گفتیم همینجا بشینیم این بالا خورده اختراعات کنیم. ببین پایینا خیلی اومدیم بالا. محمود مسیر رو پایین حال میده نه؟ بله خیلی حال میده. خیلی خوبه. همینجوری آروم آروم قدم زده داریم میریم پایین. ولی خیلی خستمون کردم. خیلی خسته، خیلی بالا بود. چی گفتنی تو بگو؟ میگم خیلی بالا، خیلی بد کوی قدیم. یه ذره بلندتر صحبت کن. آسمان آبیه. نه آسمان آبی نیست، آسمان سیاه شده به خاطر تو. رو به بالایی رو که به زحمت رفته بودیم دوباره داریم میایم پایین. ولی پایین اومدنش خیلی آسون تره. خب دوستا قرار شد اول بریم اینجا. خب بریم محمود بریم بسم الله. بریم بسم الله الرحمن. محمود بیا بالا. خب میخواین دوستا دوربین دور بتون شما ببینید. واو خیلی جاش معقوله دوستا، یعنی هر چی بگی از اینجا کم گفتیم. جای نشستنش همینجوری میری بالا و بالاتر بریم تا میتونیم. میخوایم بریم بالا. بالای بالا بریم محمود یا پایین خوبه؟ بریم بالای بالا. بریم بالای بالا. باشه بیا پس. بازم بریم بالاتر؟ هر جای دوست دارید. خب نه دیگه بریم بالاتر یا خوبه؟ بریم بالاتر. باشه بریم بالاتر. سلام. بالا جا داری؟ نه اینجا تا اینجا پس جایی دار اون بالا اگه بخوای بری از اون کوچه باید بری بالا. از اون کوچه؟ این کوچه نشون آدم نمیم بالا. بله از هم کوچه باید بری بالا. همینقدر خوب نیست همینجا بشینیم دیگه. خب بریم. بیایم اینجا بشینیم. مامایی از پایین. این هم قیمت های غذایش هست دوستان و این طرف هم پیش غذا و نوشیدنی و دسرشان. دوستای عزیز جایتان خالی. یه هم غذای رستورانتی که گفته بودیم میاییم داخلش صرف کنیم ببینیم غذاشون چطوره. دوستای عزیز کم کم دیگه از جام تمام شدیم، غذا رو صرف کردیم، جایتون خالی دیگه. کم کم میریم پایین سمت دسر خوردن. بعد دسرم انشالله میریم کم کم طرف خانه. بخیر
امید که خوشتان آمده باشه از ولاگ ما. امید که خوب شناخته باشین دربنده. خیلی جای فوق العاده ای است. انشالله که بیاین بخیر با فامیل، با دوستا، بیاین چکر بزنین، لذت ببرین از فضای خوبش و غذاهای لذیذش. یعنی واقعا این رستوران که آمده بودیم غذاش خیلی خوب بود، یعنی حرف نداشت دیگه. ما منتظر بچه هستم اینجا استاد هستن. دوستا کم کم تمام شدیم از اینجا دیگه، قرار است بریم یم بچه ها و بازم محمود و سیگارش دیگه کم کم داریم میریم طرف خانه. بخیر خیلی گشتیم امروز، خیلی خستیم کرد یم نمای پایین.